داستان زیک زیک خانم مرغ و آقا خروس در مزرعه‌ای سبز زندگی می‌کردند. آنها 7 جوجه خوشگل و زرد داشتند. خانم مرغ و آقا خروس سعی می‌کردند جوجه‌هایشان را خوب تربیت کنند تا مرغ و خروس‌های خوبی تحویل مزرعه دهند. کوچکترین جوجه آنها اسمش فرفری بود. فرفری مثل جوجه‌های دیگر سالم و قوی بود، زرد و توپل بود. ولی خانم مرغ برایش نگران بود، چون او به جای جیک جیک کردن زیک زیک می کرد. وقتی فرفری زیک زیک می کرد، برادرها و خواهرهایش جیک جیک می کردند و او را مسخره می کردند. خانم مرغ با ناراحتی قدقد می کرد و این طرف و آن طرف می رفت. او بارها سعی کرده بود به جوجه هایش جیک جیک کردن یاد بدهد. خانم مرغ روبه روی فرفری می ایستاد و به آرامی نوکش را باز می کرد و می گفت: ببین فرفری جان، بگو جیک جیک، جیک جیک، من می دانم که تو می توانی. فرفری نوکش را باز می کرد و می گفت جیک، ولی وقتی می خواست مثل بقیه تند جیک جیک کند زیک زیک می کرد. بقیه یک سر به او می خندیدند، نوک می زدند و او را توی آب و گل می انداختند و اگر کرمی پیدا می کردند او را از نوکش بیرون می کشیدند و می خوردند. فرفری عصبانی می شد و با صدای بلند می گفت زیک زیک، زیک زیک کک. خانم مرغ وقتی این چیزها را می دید فرفری را به لانه می برد، ولی فرفری که دلش نمیخواست به لانه برود غمگین میشد و با غصه زیک زیک میکرد. خانم مرغ هرچه تلاش کرد فرفری نتوانست مثل بقیه جیک جیک کند. پس تصمیم گرفت او را نزد خروس باشی ببرد. او خروس پیر و دانایی بود. یک روز صبح خانم مرغ و فرفری رفتند و نزد خروس باشی رفتند. او کنار درخت پرشاخ و برگی زندگی می کرد. خانم مرغ مشکل فرفری را توضیح داد. خروس باشی به دقت فرفری را معاینه کرد و گفت: به نظر من فرفری مشکلی ندارد، ولی می توانید برای اینکه خیالتان راحت شود او را پیش خروس خان ببرید. خانم مرغ بال فرفری را گرفت و به راه افتادند. آنها نزد خروس خان رفتند. خانم مرغ یک بار دیگر مشکل فرفری را برای او توضیح داد. خروس خان جدی و آرام بود. او به فرفری گفت: فرفری جان، نوکت را کاملا باز کن. بعد با دقت گلوی فرفری را معاینه کرد. او متوجه شد که ته گلوی فرفری برآمدگی کوچکی دارد، ولی کاری نمیشد کرد و باید او را به حال خودش وامیگذاشت. پس فکر کرد که چه بگوید. خانم مرغ به او گفته بود بقیه جوجه ها به خاطر زیک 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 فرفری او را مسخره می کنند. خروس خان با چشمهای تیزش به دور و بر نگاه کرد. از میان بوته بوته برق چشمان چند جوجه را دید. آنها با دقت به او نگاه می کردند و به حرفهایش گوش می کردند. خروس خان فهمید برادر و خواهرهای فرفری با آنجا آمدند تا از ماجرا سر در بیاورند. ناگهان تصمیم جالبی گرفت و گفت: خوب خانم، مزرعه زیک زیک کردن فرفری مورد جالبی است. سالها بود که چنین چیزی ندیده بودم. فرفری یک خروس کمیاب و خاص است. بعد صدای